الان چی وضعشه؟ خودش چه شده؟ بگو ساعت 2 میخواستیم گفتیم همه بیان ساعت 1 الان چنده؟ 2:10 کی نیست؟ به نظر خودتون کی میتونه نباشه؟ همون که اون دفعه ادعا میکرد. علی بگو که کیا دیر کردن. آقای رضا صادقی طبق معمول دیگه، آقای نیما رنجبرنژاد، آقا نیما رو ما میگیم سر کار، آقای مرادی که از ساعت 10 صبح تو راهه دیگه. کی دیر کرد؟ سیاه زود میاد، سیاه همیشه زود میاد. اومد؟ علی رضا اومد؟ نه اونی که میخواد، اون مجدهی که میگفتی بود. مگه فکر تو کردن همه تو مهار صادقی که دیر به جذابه. تو اومدیم واسه ضبط بعدی ساعت یک قرار بوده بیاییم، الان ساعت 2. علی آقا کجا رسیده؟ نیما هم که اصلا نداره. بیا بگیم چه بعدم که درست هم مثل خودم چه بعدش الان چی وضعشه؟ خودش سرمون اومده سر این آقاست ها، دیر شده سر این آقاست. بفهم آقا دنبال همه ما اومده، دنبال کل 12 نفرمون اومد. کی 3 بار ماشینش جوش اومد علی، 3 بار ماشینش جوش اومد. اشکال نداره، منم 7 بار دنده در رفت. بعد اون دفعه گفت نه من امسال آدم بهتری شدم، خیلی آن تایمم. خودش میخواست حسادت ببینید امثال این آقا همیشه حسادت چیزیه که واقعا اساس بود. اگه تو 2 ساعت دیر نمی‌کردی محسن واقعا زود میومد. محسن خب ارتعاشاتو خودت پخش کردی آخه. چکره ما تو کار خصوصی شما دخالت کنیم. تو همه کادر باید بشی. یعنی ساعت 2:45 مهمانم هنوز نیومده. بغبغ. ولی جالبی ماجرا اینه که نوشیدنی زده شده، یعنی قهوه زده شده، میتونیم بابون بیاریم. الان تو پلان بعدی نشد. کدوم پلانه؟ من به نظر اصلا نمیخوام محسن باری همینو پخش می‌کنیم. همین دریازده وقت قهوه مینه. حیات دوباره هم میخونی آماده هم حیاتی که به خودت نراز نبید نشون تو مدام. به به اوه به ماجرا اینجا یا یه مرد صادقی هر جا من هستم باید بشی. خب این الان چیه؟ لیمونا. اینا چیه؟ ما آیس لاته با فندق. ها اینا کارامله. چیکار میکنی؟ عکاس گروه هستن. داریم عکاسی می‌کنیم. تمام عکسایی که میبینید و معرضا میگیره. به اتفاقی که افتاد دیگه نه جلو کارش گرفت، جلو پخش گرفتن. از دو خب نظرت چیه؟ این برای ولاگ یوتیوبر هر چه بگه بر علیه استفاده. اوکی نیما؟ بله نیما صدا نه بعد بهش گفتم که حقیقتا هزینه من که راحت میگم در برنامه کارم خلاصه بعد میگرفتیم و مثلا تو دیجن میتونیم گفت که خدا بزرگه سه دو